احترام گذاشتن، احترام گذاشتن. نگاه کن، hürmet etmek، hürmet etmek، احترام گذاشتن. مثال رو نگاه کن، ben hep annem ve babama hürmet ediyorum. ben به معنی من، hep به معنی همیشه، آنه به معنی مادر، ام پسوند مالکیت، و باباما به پدرم، باز پسوند والا به هست، ام پسوند مالکیت، بابا به معنی پدر، حرمت یعنی احترام. حالا بعد گفته ادیوروم یعنی انجام میدم. ایور پسوند زمان حال، اومم پسوند فاعلی برای شخص بن هستش. میگه حرمت ادیوروم، احترام میذارم، احترام گذاشتن.